خدمت همه شما دوستان عزیز گرامی، بنده حسن نورزی هستم و خیلی خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از قسمت‌های آموزشی فلاتر در خدمت شما دوستان هستیم. ما در جلسات گذشته در رابطه با ریورپاد صحبت کردیم و دیدیم که چطور میتونیم حتی یک در واقع تودو لیست با استفاده از ریورپاد ایجاد کنیم. ولی یکی از چالش‌ها و کارهایی که تو همه اپلیکیشن‌های فلاتری تقریبا وجود داره کار با API. توی این جلسه من قصد دارم شما رو با نحوه کار با API ها توی ریورپاد آشنا کنم و همینطور با مفاهیم مانند فیوچر پرووایدر و اسینک ولیو آشنا بشیم و ببینیم که چطور میتونیم از این مقادیر استفاده کنیم. به این منظور من اومدم از یک سایتی یک API استفاده کردم و میخوام لیستی از پست ها رو به کاربر توی اپلیکیشن خودمون نشون بدیم. خب بریم که ببینیم برای این کارها چه چیزایی نیاز داریم. اولین چیزی که نیاز داریم اینه که پکیج HTTP رو ما بیایم به پروژه خودمون اضافه کنیم. من میام توی اینجا پکیج HTTP رو اضافه میکنم و بعد از اینکه این کارو کردم میام پاپ گت میکنم و اون پکیج برای ما اضافه شده و میتونیم ازش استفاده کنیم. خب قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که ما چون میخوایم لیستی از پست ها رو به کاربر نشون بدیم، بیایم چیکار کنیم؟ یک کلاسی ایجاد کنیم با عنوان پست. خب من میام یک فولدر به اسم مدلز ایجاد میکنم و توش پست میذارم. من میگم که چی؟ کلاس پست. خب این کلاس پست شامل چه مقادیری باید باشه؟ من میخوام شامل آیدی، تایتل و بادی باشه که دقیقاً مشابه همون چیزی که از این API میگیریم، آیدی، تایتل و بادی. خب و بعد میگم که اینا از نوع required، یعنی حتما باید تعریف شده باشه و بعدش میگم از from JSON استفاده کن، post.fromJSON که جیسون ها رو تبدیل به پست بکنیم. خب تا اینجا که مشکلی نداشتیم و همه شما دوستان مطمئنم که باش آشنا هستید. قسمت بعدی اینه که ما بیایم یک API سرویس استفاده کنیم. یک فولدر ایجاد میکنم به اسم services و توش میام API سرویس خودم رو قرار میدم. این API سرویس چه وظیفه‌ای داره؟ این API سرویس وظیفه دریافت در واقع اطلاعات از API داره و در نهایت باید یک لیستی از پست ها بهم بده. خب من میگم که چیکار کن؟ میگم که یک در واقع فیوچری وجود داره چون متد زمانبریه که میخواد کار رو بگیره و میگم یک لیستی از چی؟ از پست ها در نهایت قراره بهم بده و اسمش رو چی میذارم؟ میگم که fetch post که میخواد بیاد پست ها رو بگیره. من توی این قسمت میام از ترای کچ استفاده میکنم که اگه به اروری هم خوردیم اون قسمت ما بتونیم ارورش رو هم هندل کنیم. خب برای این قسمت من میام فقط اکسپشن رو اینجا میذارم و بعدش میام چیکار میکنم؟ با استفاده از ریسپانس میام کارهای خودم رو انجام میدم. من میگم که یک فاینال ریسپانسی وجود داره که میخواهیم، حالا این هدرز رو من برمیدارم که میخوام بعدش شما رو با یک مفهوم آشنا کنم. این هدرز رو برمیدارم و میگم که از متد در واقع get میخوایم استفاده کنیم و این get باید بره از این API دیتا رو بگیره. به محض اینکه دیتا رو گرفت، اگر موفقیت آمیز بود یعنی 200 بهم داد، من اون اطلاعاتی که داده رو دیکد میکنم که بتونم توی اپلیکیشن خودم استفاده کنم. بعد از اینکه دیکد کردم این دیتا ها رو مپ میکنم، یعنی پیمایش میکنم دونه دونه و تبدیلش میکنم هر کدوم از این آیتم ها رو به یک پست، به یک مدل پست و در نهایت اون رو خروجی میدم. پس ما با چنین کاری تونستیم دیتا رو از سمت سرور بگیریم. اینجا زمانی که من قصد دارم شما رو با مفهوم به اسم فیوچر پرووایدر با آشنا کنم. فیوچر پرووایدر دقیقاً یک پرووایدریه که نتیجه همین تابع رو نگه میداره. خب بیایم اینو انجامش بدیم. من میام توی پست پرووایدر، توی پرووایدرز یک فولدر ایجاد میکنم به اسم پست پرووایدر. توی پست پرووایدر چیکار میکنم؟ میگم این یک پرووایدری میخوام تعریف کنم به اسم پست پرووایدر. میگم که فاینال پست پرووایدر. خب این پست پرووایدر دقیقاً چیه؟ میام از فیوچر پرووایدر استفاده میکنم که من میگم که این فیوچر پرووایدر در واقع چه چیزی رو در خودش نگه میداره؟ یک لیستی از پست ها رو و حالا از کجا میخواد بگیره این اطلاعات، از کدوم سرویس. من میگم بیا از همین فچ پستی که استفاده کردیم و توی سرویسز قرار دادیم استفاده کنه. پس تونستیم در واقع اینجا بگیم که بیاد این اطلاعات رو از این مقدار در واقع بگیره. پس ما یک پست پرووایدر رو به شکل ساده‌ای تعریف کردیم. خب
من یک کلاس برای شما ایجاد کردم توی این قسمت به اسم در واقع asyncHome.page. توی این asyncHome page هیچ چیزی وجود نداره. اگه من رفرش کنم شما میبینید که فقط یک اپ باری گذاشتم که میخواد در واقع که میخوایم توی این بیایم دیتاها و مقادیر مختلف رو نشون بدیم. خب من اینجا میخوام شما رو با یک مفهومی آشنا کنم که این مفهوم باعث میشه که شما دیگه نگران این نباشین که بیاین بگین که اگر ارور خورد چنین ویجتی، اگر ارور نخورد چنین ویجتی. خب من میام اینجا مثل همه اینها من میتونم اینجا بیام چیکار کنم؟ این بار چه تعریف کنم؟ یک async post تعریف کنم. من میام میگم که final async post و این بار میام از post provider استفاده میکنم. خب بعد اینکه از پست پرووایدر استفاده کردم من میام اینجا یک بادی میذارم و توی بادی میگم بیاد از سنتر استفاده کنه و توی سنتر از چه ویجتی میخوام استفاده کنم؟ از همین async post و مقدار .when. چیکار میکنه؟ میاد در واقع یک سری شرط ها و کاندیشن ها رو برای ما این قسمت قرار داده که میگه اگه دیتا وجود داشت این مقدار باشه، اگر لودینگ بود این مقدار، اگر ارور خورد بیاد چین اروری نشون بده. خب حالا من اینو ران کنم ببینیم که آیا اصلا این مقادیر داره به درستی کار میکنه یا خیر. در رابطه با ارور بهتون بگم که این قسمت حتما باید 2 تا مقادیر خودش رو با عنوان حالا هر عنوانی که شما دوست دارین، ولی این ارورز و استک تریس رو حتما باید دریافت کنه. خب و توی این قسمت هم من میتونم در واقع چیز بذارم، یک آیکونی بذارم که اگر مشکل خورد آیکونی با عنوان در واقع ریترای داشته باشیم که بتونیم این مقادیر رو هندل کنیم و ببینیم که چطور میتونیم باش کار کنیم. خب همونطور که شما دوستان میبینین این بار داره تلاش میکنه که دیتا ها رو بره از اون API برای ما بگیره و نشون بده. خب مقادیری دیگه اینجا وجود نداشت ولی یه مقدار دیگه هم وجود داره که در رابطه با این صحبت میکنم. من یک توضیح در رابطه با این قسمت بهتون بدم. گفتم که ما میایم این بار از async post استفاده میکنیم و میایم از when استفاده میکنیم که خودش حالتهای مختلف رو میاد نشون میده. خب همونطور که شما میبینید بعد از یه مدتی اینجا اکسپشن برای ما قرار داده شد. دلیل این اکسپشن چیه و اینکه طولانی شد اینه که ما برای اینکه طولانی نشه میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ توی API سرویس پیشنهاد من اینه که ما بیایم یک تایم اوتی هم براش بذاریم که میتونیم مثلا بگیم که اگه بعد از 5 ثانیه نگرفت، که حالا با این وضع اینترنت من 10 میذارم و این به یک حالت نمایی چندین بار تکرار میشه و دلیلش همینه که طول میکشه. ما در جلسات آینده با انواع اقسام متد هایی که بتونه بهمون کمک کنه و پیشرفت ترش کنه آشنا خواهیم شد. و توی این قسمت ببینیم که این قسمت اون اکسپشنی که بهمون داده بود این قسمت با ارور بهمون نشون میده. ولی من نظرم اینه که بیایم یک کم دیگه مرتبش کنیم. این حالتی که این قسمت داره فقط ارور رو نشون میده به نظر من زیاد جذابش نیست. من میام این رو توی یه دونه کالم میذارم و میگم که در واقع main access alignment بیاد از سنتر استفاده کنه و میتونم در واقع اینجا آیکون ارور رو هم بذارم. میگم که آیکون ارور وجود داشته باشه و یه دونه سایز باکس 20 هم براش وجود داشته باشه و میتونم بگم که مثلا something went wrong، مثلا یه خطایی هم رخ داد. این بار یه کمی مرتب تر شد. خب حالا ببینید که اصلا چرا داره خطا میده. یعنی ما همه کارامون رو درست انجام. دلیل خطاش اینه که من احساس میکنم این API نیاز داره که ما اینجا هدر ست کنیم. برای ست کردن هدر من میام کانتنت تایپ رو یک مقدار هدرز یک مقدار کی و ولیوی هستی. کانتنت تایپ رو application.json میذارم و این بار ببینیم که آیا میتونه اون مقدار رو بگیره یا نه. خب میبینیم که داره به درستی نشون میده ولی خب خیلی نامرتبه، شاید هم کامل شیوا نباشه. خب من برای این کار میتونم اینجا توی لیست تایل استفاده شده فقط تایتل ها رو نشون میده. من میتونم بیام ساب تایتلش هم نشون بدم، بگم که در واقع توی این قسمتی که تایتل نشون داده شده بیام بگم که ساب تایتلش هم نشون داده بشه در واقع اون بادیش و همینطور میتونم بیام دوست دارم که در واقع اون آیدی رو هم نشون بدم. میام اونجا آیدی هم نشون میدم، میگم که بیاد از لیدینگ استفاده کنه و آیدی اون پست رو نشون بده. خب
میبینیم که به این صورت در اومده و به جای اینکه من بیام آیدی رو توی تکست قرار بدم، من دوست دارم این رو برش دارم کلا و توی یک متدی توی یک ویژیتی با عنوان سیرکل آواتار قرارش بدم. بگم که سیرکل آواتار اینجا چایلدش رو بشه. خب و همینطور نمیخوام دیگه تکست هم اینقدر زیاد باشه. برای این کار میتونم چیکار کنم؟ بیام بگم که مکس لاینمون برابر با 1 و ادامه اگه داشت رو هم دیگه دوست ندارم اون ادامهش رو به من نشون بدی. برای این کار باید چیکار کنم؟ من میام میگم که اوورفلوش رو این قسمت قرار بده. اوورفلوش رو قرار میدم و کدا رو مرتب میکنیم و ببینیم که یک شکل و شمایل بهتریه. اما اگه شما دوستان دقت کنید اینجا من اگه رفرش کنم هیچ تغییری نمیکنه. خب بیایم این رو هم انجام بدیم، با یک مفهوم دیگه هم آشنا بشیم. برای این قسمت که این دوباره بره و دیتا ها رو بگیره، من میام اینجا با یک مفهومی به اسم این ولیدیت وجود داره که این کار باعث میشه که اون دیتا هامون همشون رفرش بشه. برای زمانی که شما پول تو رفرش دارین، کاربر گوشی میکشه پایین، میخواین شما لیست رو به سمت پایین هدایت میکنه و شما میخواین اون لیست رو آپدیت کنید. من میام میگم که این پست پرووایدر قرار داده بشه توی اینجا و حالا میام انجامش میدیم، ببینید که آیا تغییری میکنه یا خیر. خب بعد اینکه دیتا رو گرفت میبینیم که هیچ تغییری نمیکنه، ولی شما گفتین که میره میگیره. آره میره میگیره، لیست آپدیت میکنه، ولی اون حالت لودینگ رو نمیبینه چون دیتا ها رو پاک نمیکنه. برای این من دوست دارم که اینو به عنوان یک در واقع تسکی، یک تمرینی ازتون میخوام که انجام بدین. شما توی این قسمتی که نشون میدین میتونین بیاین در واقع یک لودینگ اضافه کنین و اون لودینگه به همون نشون بده که داره کار انجام میشه یا نه. حالا اگه بخوام یک کمکی بهتون بکنم، این که من بیام از یک ویژتی و اینجا استفاده کنم به اسم، در واقع اسمش رو بذارم استک. خب ویژت استک چیکار کنم؟ میخوام بیام که حالا داریم این چنین چیزی نشون میدیم، در واقع یه دونه سیرکل لاینر ایندیکیتور هم داشته باشیم که به عنوان که مانند یه خط اون رو به همون نشون بده دیگه در واقع. خب برای این کار ما چطور میتونیم یعنی کار انجام بدیم؟ من میام اینجا میگم که if اگر اون در واقع async پستی که داریم حالت is loading داره، توی این قسمت برامون چیکار کنه؟ یه دونه سیرکل ایندیکیتور برامون وجود داشته. خب الان اینو انجام بدم میبینی که آره داره درست کار میکنه، ولی خب یک چیز جذابی نیست. من میتونم بیام چیکار کنم؟ بگم که مین اکسس الاینمنتش برابر با تاپ باشه، الاینمنت تاپ سنتر. خب و همینطور به جای سیرکل پروگرس ایندیکیتور من از لاینر پروگرس ایندیکیتور استفاده میکنم. لاینر پروگرس ایندیکیتور. خب این بار از این استفاده میکنیم ببینیم که ظاهر جذابتری گرفت یا خیر. این همچنان توی تاپ سنتر قرار دادم، ولی چرا توی این قسمت تاپ قرار نگرفته؟ alignment دات تاپ. میتونم حالا توی ویجت های مختلفی همین رو بذارم. این استکشه. این چون خودش رو توی سنتر گذاشتم، من از کانتینر استفاده میکنم. میبینم که دلیلش مشخص نبود که چرا. خب الان اگه من فکر کنم نیاز داره کامل رفرشش کنم، باز هم توی سنتر نشون داده میشه تاپ. این رو هم باید تاپ میذاشتم دیگه. میبینیم که این بار به درستی داره برای ما نشون میده. پس ما تونستیم با یک سری مفاهیم آشنا بشیم که بهمون کمک کنه یک سری دیتا رو از سمت سرور بگیریم و نمایش بدیم. خب
تا اینجای کار ما با چنین مفاهیم آشنا شدیم، مفاهیمی مثل اینولیدیت و همینطور مفاهیمی که بهمون کمک میکنه لودینگ ها، ارور ها و دیتا هامون رو هندل کنیم و با اسینک ولیو همون مقدار ونی که بهمون داد تونستیم کارمون رو انجام بدیم و همینطور با فیوچر پرووایدر آشنا شدیم. خب این لودینگ هم براش گذاشتیم. ما توی جلسات بعدی با مقادیر مختلف و آیتم های زیادی آشنا خواهیم شد. میتونیم با از استریم پرووایدر هم آشنا بشیم که همین منطق رو داره، برای داده هایی مثل چت استفاده میشه که من توی جلسات آینده بهش میپردازم. من این کد ها رو برای شما دوستان عزیز توی گیت هاب قرار میدم. مرسی، خیلی خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیوش همراه من بودین و ازتون میخوام که اگر چنین آموزش هایی رو دوست دارین حتما لایک و کامنت کنین، این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستین و ممنون میشم که ازم حمایت کنین. امیدوارم همیشه سربلند و خوشحال و پیروز باشین. خدا نگهدار.